زنهای بدکاره خودم مقایسه میکنن با زنهای بدکاره، مردهای بدکاره خودم مقایسه میکنن با مردهای بدکاره، زنهای خوب خودم مقایسه میکنن با زنهای خوب و مردهای خوب خودم مقایسه میکنن با کی؟ با مردهای خوب. مثلا شما اگر مرد خوب هستین خود با اون دو مقایسه نکنین با بچه های فیلم. اون بچه فیلم مثلا سرلوچ گشت و رقصید، ما هم برقصم. اون بچه فیلم خواندن کرد، ما هم خواندن بکنم. این حال مردهای بدکاره خود قیاس میکنن سر از این مردهای بدکاره و بیدین. اما اگر شما دیندار هستین خود مقایسه بکنین با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببینید که عمر رضی الله تعالی عنه چه شخصیت داشت، مثلا ابوبکر صدیق چه قسم شخصیت داشت، عثمان رضی الله تعالی عنه، علی رضی الله عنه، مثلا زید رضی الله عنه، دیگه اصحاب همراه از اونا خودم مقایسه بکنین، باز ببینین که شما چقدر دیندان ضعیف هستید.